من امشب شنیدم که یاسر نو رو تعطیل کردن. بنده هیچ نوع قرابتی ندارم، یعنی هیچ نوع دوستی آشنایی با کسانی که این روزنامه رو اداره میکنن ندارم. ولی خب در آستانه انتخابات، در حالی که دوستا روزنامه هست که در انتخابات میتونه از یک کاندیدایی دفاع بکنه، بستن اون در شب انتخابات واقعا مورد اعتراض من است و در اینجا من باید به این مسئله اشاره بکنم. همینجور در مورد سایر رسانه‌ها ما هیچ ضرر نمی‌کردیم که میذاشتیم که در این رابطه فضا باز بشه. من یک آماری دارم که اینجا دوست دارم که خدمت بینندگان عزیز اینجا عرض بکنم و این رو نشون میدم. اگر دوستان نگاه کنن محترم اگر ممکنه این اسلاید رو نشون بدن. بله. این اسلاید اگه دقت بشه رتبه ما رو در 1384 در میان کشورهای مختلف نشون میده که از نظر فساد در چه مرحله هستیم. این بر اساس نرم‌ها، اندازه‌ها، استانداردهایی که در بعض سازمان‌های بین‌المللی هست سنجیده میشه که هر کشوری در میان کشورهای دیگه در چه مرتبه‌ای از فساد قرار داره. این نشون دهنده که در همه کشورها فساد هست، منتها بعضی کشورها کمترین و بعضی کشورها زیاد هستن. اگه دقت بکنیم ما از مرتبه 88م امروز در سال 1187 یعنی در 2 ماه قبل به 141م در میان 166 کشور سقوط کردیم، یعنی نزدیک به انتها هستیم. خب اون چگونه ما میتوانیم در اینجا بحث مبارزه با فساد با فرد داشته باشیم یا 2 نفر رو اگر قضاوت بکنیم فاسدن رو بدیم دستگاه قضایی مشکلاتمون رو حل بکنیم، تازه اون 2 نفر هم نمیتونیم بدیم. اون چیزی که شرایط فعلی ما درش قرار داریم این هست که از سال 1384 که شروع کرده دولت فعلی از 10% رسیده به 25.4% در سال آخر اسفند سال گذشته این نرخ تورم ماست. البته نسبت به این رقم تردید شد و متاسفانه یک متنی هم دیروز در سطح اون راهپیمایی چیز عظیم، اون زنجیره عظیمی که به اصطلاح جوانهای ما مردم رو تشکیل داده بودن به صورت مجانی پخش شد به این عنوان که بانک مرکزی 2 نقطه موسوی دروغ میگوید. و حالا قبل از اینکه من به این دروغ بپردازم میخوام بگم که نشریه با پول دولت ظاهرا به اصطلاح تهیه میشه و چاپ میشه و وقتی که گفته میشه در انتخابات نباید از پول دولتی از امکانات دولتی استفاده کرد، این بدترین نوع استفاده از امکانات دولتی است. این نشریه برای اطلاع مردم عزیز ما در سراسر کشور به صورت مجانی در به اصطلاح وانت‌هاینا بین مردم توزیع میشده، یقینا به خاطر همین چیز بانک مرکزی موسوی دروغ میگوید. در مقابل این بنده یک نقل رو که بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور هست یه تیکش رو میخونم، یه متن رسمی هست که نشون دهنده یکی از مشکلات اساسی ماست و گفتم یه متن مفصلی است که بحث شده که آیا این تورم نقطه به نقطه است یا این تورم 25.4% درسته. قاعدتا این نظر رسمی هست. در این مسئله گفته شده نکته قابل توجه آن است که مقایسه نرخ تورم در هر مقطع با نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه متناظر قیاسی مع الفارق بوده و حداقل برای مخاطب غیر حرفه‌ای گمراه کننده می باشد. به علاوه آنچه که در محافل علمی از آن به نام نرخ تورم یاد می شود همان تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این رقم چنان که فوقاً بدان اشاره شد در مقاطع اسفند 87 و اردیبهشت 88 به ترتیب برابر 25.4 و 23.6% بوده است. خب این مسئله است که الان به طور واقعی در سطح جامعه ما وجود داره.